سلام، خیلی خوش اومدید به دوره نخبگان فارکس. تعابیر و صحبت‌های خیلی غلطی در رابطه با بازارهای مالی وجود داره. خیلی ها فکر میکنن صرفاً دیدن یه آموزش یعنی تریدر شدن و ترید کردن، در صورتی که ترید کردن به چیزهایی فراتر از فقط تکنیکال نیاز داره. من اهل وعده دادن یا صحبت‌های الکی یا رویا فروشی نیستم، ولی چیزی که در مورد این دوره خیلی محکم میتونم حرف بزنم ازش اینی که تا دقایقی دیگه قرار وارد طوفانی از مباحث علمی و عملی قابل اجرا روی چارت بشید. مباحثی که میتونه زندگی تریدی شما رو تغییر بده و درک شما رو از هر حرکت قیمت بالا ببره و بتونید کار درست رو توی بازار انجام بدید و دیگه مثل سابق حس‌هایی مثل ترس، طمع، فومو، حس از دست دادن رو دیگه توی بازارهای مالی تجربه نکنید و به تریدر شدن نزدیک بشید. اگر عملگرایی خودتون رو به این دوره اضافه بکنید، قطعاً مسیر تریدری شما رو تغییر میده و بهبود پیدا میکنه. به قول بزرگی وقتی طوفانی رو پشت سر بگذارید، دیگه شما اون فرد قبل از طوفان نخواهید شد. همه ما از بچگی آموزش‌های زیادی رو دیدیم. بابت اون آموزش‌ها جزوه تهیه کردیم و کمدهامون پر شده از جزوه‌هایی که هیچ زمانی سراغشو نرفتیم. این دوره رو به شکلی طراحی کردم که هیچ نیازی به جزوه نویسی نداشته باشید و بتونید این مسیر رو به صورت کامل با من و منتورهای مجموعه پیش ببرید. پشتیبانی این دوره به صورت 3 ماهه طراحی شده که 3 ماه قبل از دوره و 3 ماه بعد از دوره ما همراهتون باشیم که نیازی به نوشتن هیچ نکته‌ای نداشته باشید و بتونید همه این نکات رو فقط و فقط روی چارت و توی عمل اجرا بکنید. تنها چیزی که برای یادگیری این دوره نیاز دارید خودتون، دقتتون، تمرکزتون و یک فنجون چای یا قهوه است و البته تصمیم شما به عملگرایی. بچه‌ها، نه تنها این دوره، حتی بهترین دوره‌های آموزشی که توسط بزرگترین اساتید دنیا داره تدریس میشه، اگر با عملگرایی شما جمع بسته نشن، یک سری دیتا و اطلاعاتیه که فقط ذهن شما رو داره درگیر میکنه و ذهنتون رو پر میکنه و هیچ کاربردی براتون نداره. این دوره هم از این قانون مستثنا نیست و من ازتون برادرانه، عاجزانه، دوستانه خواهش میکنم که عملگرایی رو در کنار کارتون قرار بدید و بعد از اون دیدن آموزش ها رو شروع کنید. زمان ما بسیار محدوده و این دنیا پر شده از تحلیلگرها و تئوریسین هایی که خالی از عمل هستن و فقط سخنوران خوبی هستن. من هدفم از تهیه این دوره اینه که بتونم شما رو از دسته تحلیلگران وارد دسته تریدرها بکنم و بتونم نقش مفیدی توی زندگی تریدی آینده شما داشته باشم. اگر آماده اید بریم که با هم وارد این طوفان خفن بشیم.